دوستان عزیز سلام، درود بر شما، وقت شما بخیر. امروز با یک داستان جذاب و مهیج در خدمت شما هستیم. داستان فنجون خالی. یه روزی کسی میاد میره پیش یک استادی که استاد هنرهای رزمی و بهش میگه که به من تکنیک های خاص خودت رو یاد بده و من سرتا پا گوشم و میخوام که هرچه زودتر این تکنیک ها رو فرا بگیرم. استاد میاد شروع میکنه یک تکنیک رو به اون شخص گفتن و اون شخص شروع میکنه که آره این تکنیک رو بلدم، اینجوریه اونجوریه فلانه بساره برمانه چیه. استاد میگه که اوکی برو حالا فردا بیا. شخص میره و فردا میاد. دوباره اون استاد میخواد یک تکنیک رو بهش یاد بده و بعد شخص دوباره شروع میکنه به گفتن جملاتی مثل این که آره من این تکنیک رو بلدم، اینجوریه اونجوریه فلانه بساره بکنه. استاد دوباره بهش نگاه میکنه و میگه اوکی برو فردا بیا. و اون شخص دوباره فردا میاد و فردا هم همین داستان تکرار میشه. استاد میاد میره و برای اون شخص و خودش چای میریزه، شروع میکنه به ریختن چایی و اون چایی از توی فنجون سرریز میشه. یه استاد چی کار داری میکنی؟ فنجون سرریز شد. یه ببین این فنجون دقیقا نصف ذهن تو میمونه. فنجونت رو خالی کن. وقتی میای اینجا میخوای یک تکنیکی رو یاد بگیری، فنجونت رو خالی کن. شاید یک چیز جدید قراره به تو یاد بدم و قراره یه چیز جدید یاد بگیری از من. دوستان عزیزم، حالا میخوام به 2 تا تکنیک اشاره بکنم که چجوری ما میتونیم تکنیک خالی کردن فنجون رو رعایت بکنیم. وقتی که یک سری مطالب و حالا به قول گفتنی دیتایی وارد مغز ما میشه، ما باید اون رو آنالیز بکنیم، حلش بکنیم. فکر کردن ما باعث بشه که اون مسائل از توی ذهن ما هضم بشه و بره پایین. یعنی چی؟ یعنی فرض مثال من میام شروع میکنم به ریختن اطلاعات توی مغزم، باید اون رو هضم کنم. مثلا میام شروع میکنم به خوردن غذایی و سیستم گوارشی من میاد اون غذا رو هضم میکنه. شما هم همینطورین و باید اون اطلاعاتی که دریافت میکنین رو هضم کنین تا بتونین برای اطلاعات جدید جا داشته باشین. امیدوارم که از تکنیک‌های جدید ما خوشتون اومده باشه و همیشه و همواره شکرگزار خداوند باشید و شکرگزاری کنید. تکنیک‌های شکرگزاری همیشه و همه حال برای ما مفید خواهد بود. امیدوارم که لذت ببرین از روزتون به واسطه شکرگزاری که هر روز انجام میدین. حداقل میتونید 3 تا از چیزایی که به خاطر شکرگزار هستین رو یادداشت بکنید و یک صندوقچه آماده بکنید به اسم صندوقچه شکرگزاری و بعد آخر ماه اون صندوقچه رو باز کنین و از داشته هاتون 2 چندان لذت ببرین تا بتونین داشته های جدیدی رو جذب کنید. ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی استخوان و ریشه ای. مارتین پرووایدر، کانالی از جنس نور. با خدا باش، پادشاهی کن. با لایک و کامنت و سابسکرایباتون میتونین به ما انرژی بیشتری بدین. حتما این کارو انجام بدین. لایک کردن شما چیزی از شما کم نمیکنه، کامنت گذاشتن شما چیزی از شما کم نمیکنه، سابسکرایب کردن چیزی ازتون کم نمیکنه و قطعا مطمئن باشین که اینها دوباره به خودتون برمیگرده. خوبی کنی خوبی میبینی و بدی هم کنی خب طبیعتا بدی میبینی. فعلا بدرود تا درودی دیگر.